وزارت کارهای داخلی بلاروس از بازداشت دو شهروند روسیه خبر داد که به حمله به یک مهاجر تاجیک در شهر سنت پتربورگ و کشیده گرفتن 300,000 دلار پول نقدی او گمان برمی شوند. evgeniy پیلتسکی سردار یکی از شعبه‌های سرریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه و کروپسیای وزارت کارهای داخلی بلاروس گفت این دو نفر و کارمندان اوبوب در یک مهمانخانه در مینسک در حال دستگیر کردند که آنها برای فرار به خارج آمادگی می‌گرفتند. پیلتسکی افزود از آنها یک تفنگچه و هم یک قسم مبلغ‌های غارت کردهشان یافت و گرفته شد. درباره مکان احتمالی بود و باش آنها به مقامات بلاروس از پلیس پتربورگ خبر دادند. آنها در اول ماه دکبر در پتربورگ یک جبردیده را مجبوری به ماشین خود سوار کرده برویش گاز پاشیدند و پولهایش را کشیده گرفتند. از طریق بلاروس آنها قصد فرار به خارج را داشتند. طور پایگاه خبری بامداد قبلا خبر داد شام 2 دکبر سال 2022 به پلیس شهر سنت پتربورگ روسیه یک شهروند تاجیکستان مراجعت کرده خبر داد که هدف حمله غارتگرانه قرار گرفته است. به گفته جبردیده شام جمعه 2 دکبر در نزد یک بنا در کوچه کراسناپوتیلوفسکایا در حدود ناحیه کیروف در مرکز شهر پتربورگ دو نفر ناشناس به او حمله کرده بر رویش از بلانچه گاز پاشیدند و خلطه پول را از دستش گرفته در یک ماشین رنگش خاکستر رنگ از جای حادثه فرار کردند. در خلطه این مهاجر تاجیک 300,000 دلار پول داشته است. در رابطه با این حادثه با اتهام غارتگری پرونده جنایتی